آقای دکتر، من بالاخره متوجه نشدم چه مسئول یا ارگانی موظف هست با این فساد اقتصادی در جامعه مبارزه کنه؟ اجازه بدید خیال شما مردم عزیز رو راحت کنم. ما از روز اول اختلاس ها رو در جریان بودیم و رصد میکردیم. جدی میفرمایید؟ بله، مثلا همین اختلاس 1200 میلیاردی اخیر رو. البته اگر اشتباه نکنم مبلغش 1500 میلیارد بود. نه، این که مال 2 هفته پیش بود. این پیشبای شما اتفاق افتاده همین چند ساعت پیش. البته ما افراد رو در نظر داشتیم، میدونستیم کی و از چه طریق و چطور دارن اختلاس میکنن. پس چرا دستگیرشون نکردیم؟ ما فرصتی دادیم بلکه به راه راست هدایت بشن که نشدن متاسفانه. رفتیم مدرک جمع کردیم، رفتیم کلانتری، مأمور گرفتیم، رفتیم دفترشون، خانم منشیشون گفتن جلسه دارن و ما رو راه ندادن. یعنی بالاخره دستگیرشون کردی؟ نه، متاسفانه ایشون از طریق پنجره پشتی توالتشون رفتن کانادا. البته ما از طریق پلیس اینترپول دنبالشون هستیم. اینو گفتم که خیال مردم راحت بشه. پس آقای دکتر، مردم در مقابل تمام این دغدغه‌ها چیکار باید بکنن؟ ما برای اینکه این دغدغه‌های مردم از بین بره یه سایتی رو طراحی کردیم به نام سایت اختلاس.com. این رو کلیک میکنن، یک پنجره باز میشه، اختلاس رو در اون مینویسن، هم آنلاین، یعنی ساعت به ساعت گزارش های نوع اختلاس، مقدار اختلاس و کسانی که اختلاس کردن رو میتونید در اون پنجره ببینید. همین؟ نه، ما در اون سایت یه بازی رایانه‌ای درست کردیم که شما میتونید اختلاس کننده مورد نظر رو انتخاب کنید، دنبالش میکنید، اگر در زمان مقرر بتونید دستگیرش کنید 2 تا جون میگیرید، 2 تا هویج میخورید، میرید مرحله بالاتر. بله. آقای دکتر، خیلی از حضورتون در این برنامه تشکر میکنم. تا برنامه دیگر و اختلاسی دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار.